دادگاه عالی تاجیکستان ساجده سیدمرودووا مادر 65 ساله دلشاد سیدمرودوف ملقب به دلشاد کراسافچک و یا دلشاد اسبر را به 13 سال زندان محکوم کرد. پسر او کارمند سابق نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان ماه مارس سال جاری با جرم تهیه و رهبری جنایت سنگین ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت اللهیف به حبس عمرباد محکوم شد. قبلا عیبدار کننده دولتی برای ساجده سیدمرودووا 14 سال زندان طلب کرده بود. بنا به اطلاع منابع رادیو آزادی، دادگاه عالی این زن سالخورده را به قلابی، ساختکاری اسناد، غصب قطعه زمین و مانعی به تفتیشات گناهکار دانست. نزدیکانش عیب‌های به ضد ساجده سیدمرودووا را بی‌اساس می‌نامند، اما در عین زمان شکایت کردن از حکم صادر کرده دادگاه را بی‌فایده می‌دانند. دو منبع در دادگاه عالی گفتند که حکم ساجده سیدمرودووا 19 ایون صادر شد ولی تا حال قوه قانونی نگرفته است. به گفته منابع امروز با ساجده سیدمرودووا دو کارمند اداره بایگانی و یک مسئول سابق کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نیز جزا گرفتند. آنها در ساختکاری اسناد به سیدمرودووا یاری دادند و برای آنکه گناهشان وزنی نبود تنها جریمه شدند. افزوده است منصوبت رادیو آزادی در دادگاه عالی این 3 نفر از قرار دادگاه شکایت نکردند. با گذشت 2 هفته از صادر شدن حکم ساجده سیدمرودووا نیز از حکمش شکایت نکرده است. یکی از پیوندان نزدیک این زن گفت از سیدمرودووا به خاطر پسرش دلشاد قصاص گرفتند. در دادگاه عالی این را رد کرده و گفتند حکم بر اساس دلیل صادر شد و اگر او ناراضی است بگذار شکایت کند. مسئولان دادگاه عالی گفتند سیدمرودووا تا 5 ایول حق دارد به زینه بالایی دادگاه شکایت کند. منصوبت رادیو آزادی در دادگاه عالی در شرح عیبنامه گفت که اتهام قلابی و ساختکاری اسناد نسبت به این زن به خرید و فروش یک خانه در سال 2016 ربط دارد. پیوندان سیدمرودوف هم تصدیق کردند که یک بحث اساسی در پرونده مسئله خانه است که دادگاه آن را مصادره کرده است. در دادگاه عالی مصادره شدن خانه را تصدیق یا رد نکردند. مسئولین دادگاه تنها گفتند خانه را شوهر ساجده سیدمرودووا پیش از وفاتش به یک نفر توفه کرده است، اما گویا این زن منزل را باز به 2 نفر دیگر فروخته است. بحث این خانه علیحده در دادگاه شهر دوشنبه ادامه داشته است. اتهام دیگر در پرونده ساجده سیدمرودووا خود سرانه غصب کردن قطعه زمین است. تفتیشات معاین کردند که سیدمرودووا در آشیانه یکم بنای بلند آشیانه در دوشنبه زندگی میکرد و زمین پایان بنا را غصب کرده است. گفته است منبع در دادگاه عالی پیوندان سیدمرودووا در این باره چیزی نگفتند. اتهام چهارم در پرونده ساجده سیدمرودووا به قضیه پسرش دلشاد سیدمرودوف ربط داشته. مفتش از بالای ساجده سیدمرودووا شکایت کرده است که در رفت تفتیش قضیه پسرش بر روند تفتیشات دخالت و ممانعت کرده است، اما مقامات نگفتند که ساجده سیدمرودووا چگونه به کار تفتیشات مانع شده است و یا دخالت کرده است. ساجده سیدمرودووا سال 1959 همسر رهبر سابق کارخانه پردرآمد تاجیک نفت بود. خود ساجده سیدمرودووا در گذشته سالهای زیاد مدیر فروشگاه مرکزی دوشنبه یا تسوم بود و بعداً صاحبکاری میکرد. شوهر کنونی او در وزارت کارهای داخله در یک منصب بلند کار میکند. ساجده سیدمرودووا روز 3 آگوست سال 2023 در حال دستگیر شد که پسر او دلشاد کراسافچک بعد کشتن شورت اسمت اللهیف از تاجیکستان فرار کرده بود و مقامات در پی جستجویش بودند. اون وقت فرضیه هم صدا میداد که ظاهرا مقامات با بازداشت مادرش میخواهند دلشاد سیدمرودوف را به بیرون شدن از پناهگاهش و به تاجیکستان برگشتن و خود را به مقامات تسلیم کردن وادار کنند. در حقیقت در اول ماه اکتبر سال 2023 یعنی 1 ماه بعد بازداشت مادرش دلشاد سیدمرودوف که چندین ماه توانست از تعقیب مقامات فرار کند به طور مرموز زولانه در دست و به تاجیکستان آورده شد.